باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین بیا بچه شما خب کفو بیا رفتیم بیا بله من گفتم یک دفعه من با شما زنگ میزنم کیسونا بیا این بعد همین گفتم کجا باشه شما بیا امیر بله گوشت ولی خلاص معلومه شما کجا شما کتگی کنم بگردم قطید میریم یک رستوران میشینه میخریم یک بار فکر نمیکنه که هست آدمایی که با نیم تاینون زورن در یک اسنیسا میریم دم میگیریم نمیدونه که هست آدمایی که دولت‌های ربی که خانه و در ندارن در потом после этого сауну я заказал да все целую انا برادران عزیز این اپای فاطمه حاجی بیبی مهمان حاجی اینا بهترین این اپا این رحیم پروداکشن. دوستان عزیز دیلش ما در ماه شریف رمضان بهترین چیزا پیشنهاد شما کرد که ایرا میبینید دوستان عزیز در دونش 5 نمود چیز داره کوشا برای شما ایشون میتونه دوستان عزیز یک تا ساعت برادرها پاور بانک نوشنیک زرادنیک دوستان عزیز نرخش 2500 روبل میتونه که دسترس کنین از مرکز خدمت رسانی دیلش موبیل دیم سر میکنیم از بهترین چیزی که در ماه شریف رمضان تلاوت کردن آیات های قرآن نقل همه چیزاش داره بهتر میشه میمونی عصبکات آرام میشه سیم باشه در ماه شریف رمضان برادر عزیز ما چخال استکلا را پدرکه کرده برای نفرانی که از انم تلفن خریداری میکنن همه شما را میخوایم که مرحمت بیاین در ماه شریف رمضان سلکه که در تای انمی نوار هست میدرویم بهترین چیزهای خوب همه نویگری ها در کانال تلگرام ایخشون و یوتیوب کانالشون میشه دیلش موبیل نمره در روی اکران زنگ زنین مرحمت بیاین خریداری کنین раз два три رفتیم انا خوراکم تیار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین بیا بچه شما یا دختر داشتم انا که دختر دارم بچه‌ام خوش آمدی نسبت جان بیا بچه‌ام تمام سنیات انا که شما چیسونا بیا این بعد همین گفتم کجا باشه شما بیا امیر بله گوشت ولی خلاص معلومه شما کجا باشه مویا فقط میکروفون نمیخوام دوبل سنیات این رنجون هم میکروفون رنجون هم خریده است چیکو کیستی تو هم داستان گفتی اکبلا جان گفتی که زبان مادرم شکر ایا رنگ شکر این خیلی گفتی اگه کارمندان شکر تیار کنه مادر ما نخوام برام بگن هر شکر بگیره از اون اول مادر این است که بسیار سخنان خوش داره سخن بهترین مهمان نوازی داره سلامت باشید حالا اون شب تخجو در حلقه فرزندا در حلقه نیرو هم خیلی خاندان شکوفان باشد آمین هر یک مادر تاجی هر یک مادر تاجی این اکای فاروق جان خدمت کردی سه ماشاءالله خب کفو بیا رفتیم بیا بله من گفتم یک دفعه من با شما زنگ میزنم وای الله چی کاری کرده گیا این میدونید یک سنگ چقدر نرخش گران است والله همه این اگر با سرم عزت نشد یک عمر در همینجا تو بپول کار میکردی ابله بخشش رئیس اینکه دیگر گفتگو دیگه با آدمو آرزو میکنن که یک کس باید را رئیس بگه یک کس باید را شیف بگه یک کس باید را سردار بگه لیکن من حیرانم که با همین خدر بایگری با همین خدر ثروت شما نمیخواید که من شما را رئیس بگم همین چیز خطا حیران کرده دو دارم بله اکا جان دودار جان تو میدونی که 6 ماه پیش زندگی ما چه خیلی بود نه نمیدونم اکا جان نمیدونی ها تو میدونی که 6 ماه پیش ما با نیم تای نون زار بدم
پیش ای برادر رفتم پیش او برادر رفتم اکا جان پرابلم دارم لیک همه از من رو گردان امروز همه کسون برو معرف کننده ایمای همه بویگری من ایشون میتا در یک لحظه خداوند همه چیز نصیب ما کرد برای همه که ما پشمو کتگی کنم بگردم قطید میریم یک رستوران میشینه میخریم یک بار فکر نمیکنه که هست آدمایی که بنیم تاینون زورن در یک اسنیسا میریم دم میگیریم نمیدونه که هست آدمایی که دولت‌های ربی که خانه و در ندارن در تگ درخت‌ها زندگی کرده‌اند هست آدمایی که ما تنی سالم داریم ناشکری میکنیم آدمایی هستن که همه تنی سالم ندارن نیمی تنشون نیستن لیک شکر میکنن فرقی بین من و آنها در چیست Да, дорогая. Да. Светлана, послушай, короче, я уже созвонился, уже договорился на вечером. Да, сауна и там и караоке, и живая музыка, куда хочешь туда зайдем, потом после этого сауну я заказал. Да. Все, целую. انا برادران عزیز این اپای فاطمه حاجی بیبی مهمان حاجی اینا اکا عبدالله جان سلامت باشین انشالله زحمت های اکا زلفه موندین بین فقط مهمان نواز بدهید باور که همین زبان شکر میرزه اگر یگون کس مهمانی شود یا که در دکانش بیاید باور که میگه که 3000 دانه 10000 دانه میخرم بین فقط همین زبانش خشای افهمم بین فقط نداریم اکا عبدالله جان انا برادران عزیز ثبت فیلمی مو اینا اکا عبدالله اما چه نگرفتی نکن اینه که الحمدلله مهمان نواز بدهید بیا مادرش کنم نه خوده کو نه نواز خوده بچم شما را نیست این سرد بچه جون شما اینه بچه جون ما آبی زمزمی تازه اما کتلاهی مقدس بچه بیا تازه نه شما را بهترین اینا بچه جون من یا همین چکل یا را ما در اوجه چکل میپی اوی اویش کده چکل معلوم است اوی اویش که نگشته همون انا دوستان عزیز مینداریم و برای مادر عزیز که ما خونه میمون شدیم لیک ما را دست خالی نمونم بهترین آب زمزم حدیث مبارک که میگه یک قطره آب زمزم اگر در بحر بافته همه این کلی همون بحر آبش زمزم میشه و بگذار ما هم دعا میکنیم که همه مسلمان ها به خانه مثل مادر خانه خدا بروند همکاری جای مقدس است. این ایمای خیلی هست. این ایما همه خیلی هست. این ایما فاطمه بانو دا امروز 300 کرتشی. از کذا مگزین میرا فرکیزه. اولی میرا در تویشون اینوی مگزین صدوات اپای زلفیه با دکان روی بکنه. چی بودن این مادر عزیز بگذار دعا میکنیم که اما وقت در روانتون خنده هویدا باشن در حلقه نویرگان فرزندان حلقه گل شکوفان باشن در کسبتان برکت عطا بکنن در پول یافتگیتان برکت عطا بکنن در عمر جانتان در خاندانتان هم خیلی برکت خداوند عطا بکنن ربنا افتح بيننا وبين قومنا وبالحق انت خير الفاتحين برحمتك يا رب العالمين